دوستان سلام. فرموده بودید که روش پرده بندی دوتار رو خدمتتون آموزش بدم. خب کاسه که باید سمت چپتون قرار بگیره، شیار سمت صورتتون قرار بگیره. یک پرده‌ای برمی‌دارید به طول 1 متر، سر پرده رو یه گره کوچیک میزنید. این گره رو باید با انبر حتما بکشید تا سفت بشه. اگه قرار پرده در اینجا قرار بگیره، شما 5-6 سانت بالاتر میبندید که وقتی کشیدید پایین پرده رو سفت بشه. 4 تا انگشت دست چپ میره پایین، 60 قسمت بالا گره رو میگیره، سر گره به سمت پایین یعنی به سمت کاسه باشه. گره رو میگیره و از جلوی دسته 3 دور باید پرده رو دور دسته بپیچید. دور اول به این صورت، دور دوم باید پایین تر از دور قبلا و دور سوم پایین تر از دور دوم. 3 دور که پیچیدید، بعد از سوی شیار از سمت پایین به سمت سر دسته به سمت بالا رد میکنین. گره رو محکم با شست میگیرین و اینو دور اول رو محکم میکشین بیارین جای گره که حالت به اضافه ایجاد بشه. بعد دور دوم از داخل شیار رد میشه دوباره به سمت بالا. اینو تا 10 دور هم شما میتونید از داخل شیار رد کنید، اما احتیاج نیست. من روش بنده 5 دور ما از داخل شیار رد میکنیم. این شد سومی. مهم اینه که آخری رو شما از داخل حلقه بگیرید و گره ایجاد کنید. این 4می. فقط آخری رو حالا شما میخواد 10 بار رد کنید یا بیشتر، مهم اینه که آخری رو همه رو از بیرون حلقه گرفتیم، آخری رو از داخل حلقه میگیریم که گره ایجاد بشه. یه گره خوشگل ایجاد میکنیم که باز نشه پردمون رد. میکشیم بالا و بعدش زیر، بعد میکشیم بیاد پایین سر جاش قرار بگیره. بعد یه تیغ موکت بری ور میدارین اضافی پرده رو خیلی آروم، طوری که به دسته هیچ آسیبی نزنه. موفق و مؤید باشید.